سلام و خوش اومدید به این ویدیو. لایک کامنت فراموش نشه. داخل این ویدیو میخوام یه ترکیب بهتون معرفی کنم که داخل دیوژن نتیجه بگیرید. من خودم از این ترکیب استفاده میکنم و هم نتیجه خوبی ازش گرفتم. به راحتی به دیوژن 1 هم با این ترکیب رسیدم. داخل این ویدیو بهتون میگم از چه بازیکنایی برای این ترکیب استفاده کنید که بهتر نتیجه بگیرید. بریم سراغ ترکیب. بذار اول ترکیب براتون بیارم. ترکیب اینه. یکم از کدوم سبک استفاده کنید. اینجا اینو CMF بذارید. اینو من خودم اینجوری کردم براتون CMF میذارم. اینو اینجا SS باشه، اینو CMF کنید. مثلا دروازه‌بان اگه دفنسیو فول بک داشتی یا اتکینگ فول بک فرقی نداره. این گوشی ها بیشتر به نظرم دفنسیو فول بک بذارید. این گوشی هم دفنسیو فول بک بذارید، چون روبرتو کارلوس من اتکینگ فول بک، من دفنسیو فول بک برای این گوشی ندارم. اگه میخواید برای سانتر کشی استفاده کنید باز از اتکینگ استفاده کنید که نتیجه بهتری بگیرید. هر وقت عقب بودین از اتکینگ استفاده کنید. اینجا یه دسترویر، یه بیلداپ خیلی مهمه، چون دوتا دسترویر یا دوتا بیلداپ اصلا نذارید که میبازید. اینجا من یه اورچستر گذاشتم. شما اگر اورچستر نداشتید میتونید از باکس تو باکس و میتونید از انچورمن استفاده کنید. من اورچستر گذاشتم که داخل وسط زمین برام بهتر نقش بازسازی داشته باشه. این طرف یک کریت پلی میکر اگه داشتی بذارید، اگه باکس تو باکس هم داشتید بذارید. اورچستر هم میتونید استفاده کنید، ولی به نظرم یک کریت پلی میکر و یه اول پلیر بخشید بذارید بهتری. اینجا نه، اینجا دیفلان فوروارد بذارید. اینجا که من این بازیکن مراکشی و ابراهیم دیاز من گذاشتم، شما به نظرم دیفلان فوروارد بذارید که نتیجه بهتری ازش بگیرید. این طرف یا فاکس اینتباکس بذارید یا نه یا هر دوتا گل پوچر باشن. بریم بیرون ترکیب بهتون میگم کدوم بازیکن‌ها برای تعویضی نیمه دوم خوبن. برای تعویضی نیمه دوم وین رونی رو بیارید اینجا. اگه داشتید مثلا هال پلیر داشتید بیارید اینجا. بازم یه سوپر ساب برای نیمه دوم حتما داشته باشید. مثلا من اوون من سوپر ساب من بیشتر ازش نیمه دوم استفاده میکنم. اگه سوپر ساب داشتید نیمه دوم بیارید که نتیجه خوبی بهتون میگه. الان من میتونم اینو بیارم جای سوارز، مسی رو بیارم اینجا. مسی کجاست؟ مسی رو بیارم اینجا. اینم خوبه، ولی اگر شما یه دیفلان فوروارد، یه فاکس اینتباکس، یه گل پوچر داشتید عالی میشه. این بود از این ویدیو که میخواستم این ترکیب خودم براتون معرفی کنم. این ترکیب فقط اینطوری بچینید و برید داخل دیوژن امتحان کنید و بعد داخل کامنت ها بگید که آیا نتیجه گرفتید یا نه. من که خودم از این ترکیب استفاده کردم، خیلی از این ترکیب راضیم. ببینید شما چطور میتونید از این ترکیب گیم بگیرید. و یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، مربی برای این ترکیب فرقی نداره، لونگ بال کانتر باشه، کویک کانتر باشه، پوزیشن گیم باشه، ولی بیشتر به نظرم از لونگ بال کانتر و پوزیشن گیم استفاده کنید، چون که لونگ بال کانتر و پوزیشن گیم برای این ترکیب خیلی بهتره، خیلی جوابه. چون که کویک کانتر دفاع رو کشیدم عقب، من استفاده کردم از کویک کانتر، خیلی دفاع خالی میکنه کویک کانتر. پس از لونگ بال کانتر و پوزیشن گیم استفاده کنید. خدا یار نگهدار تا ویدیو بعدی. خدا حافظ.